چرا آدمای خیلی باهوش تنهایی رو دوست دارن؟ نه به خاطر خجالتی بودنشونه، بلکه چون مغزشون یه جور خاصی کار میکنه. روانشناس‌ها بهش میگن شناخت درون نگر. بیشتر آدما از معاشرت و جمع بودن انرژی میگیرن، اما آدمهای باهوش همون حس لذت و هیجان رو از حل کردن مسئله، دنبال کردن ایده های جدید یا غرق شدن تو فکر و تحقیق تا نصف شب میگیرن. برای همین وقتی دعوتشون میکنی به مهمونی، نه اینکه نتونن بیان، فقط ذهنشون خودش داره یه سخنرانی توی سرشون برگزار میکنه. حرفهای سطحی براشون مثل شکنجه است. چون بحث درباره هوا یا کار براشون جذاب نیست، اونها با سوالهای سخت و چالشهای فکری زنده میشن. اونا ضد اجتماعی نیستن، فقط منطقی ترن. انرژی ذهنیشون محدوده و تنهایی براشون جاییه که ذهنشون واقعاً نفس میکشه و شکوفا میشه.